قرآن تاجیکی را خواندن نسبت عربی ثوابش برابر هست یا عربی ثوابش زیادتر هست؟ بعد از کتاب مقدس کدام کتاب را توصیه می‌دهید که ما زیادتر از آن استفاده کنیم؟ قرآن را کوشش کنید به زبان غیر عربی نخوانید، برای آنکه مثلا وقتی که به زبان تاجیکی میخوانید شما غلط میخوانید، برای آنکه در زبان تاجیکی یک حرف ز هست، در زبان عربی 4 حرف ز هست که آنها تلفظشان گوناگون است. ضاد های، الله های، ذل های، که اینها مخرج هاشون گوناگون است که این گونه حرف ها در زبان تاجیکی و در زبان فارسی وجود ندارد. و اینچنین حرف های صاد، حرف های سه دانه هست، صاد هست، ث هست، سین هست. این حرف ها را وقتی که مثلا صیف گفتید با صاد تابستان میشد، وقتی که با سین سیف گفتید شمشیر میشود. معنای قرآن ویران میشود و مردمی که از زبان کریلی میخوانند به همه حرف های سه را یک خیله میخوانند، ت ها را یک خیله میخوانند، عین و همزه را یک خیله میخوانند، حالا آنکه آنها مخرج های گوناگون دارد معنا ویران میشه. فقط برای آن کافری که نه مسلمان شده است تا تعلیم گرفتن سوره فاتحه اجازت است که با آن زبانی که مثلا خوانده میتواند، نوشته میتواند، سوره فاتحه را نوشته حفظ کند. و غیر از این که از کریلی میخواند، اینچنین با سوره فاتحه را همه باید اصلاح کند. امروز وسایل شنیدن سوره فاتحه بسیار شده است. میتوانید گوش کنید یک قاری را، سوره فاتحه را میتونید 10 مراتبه، 20 مراتبه بگذار، 100 مراتبه تکرارا گوش کنید و سوره فاتحه را درست کنید، برای آنکه سوره فاتحه چندین حرف ها را دارد که اگر آنها را طبق تجوید نخوانید معناش ویران میشه. الله تعالی میگه که ورتل القرآن ترتیلا، شما قرآن را با تجوید خوانید. بنابراین حرکت کنید، قرآن را به زبان عربی خوانید. اگر انسان کوشش کند در مدت 1 ماه پیر است، جوان است، زن است، مرد است، قرآن خوان می شود. یگان کاری مشکلی نیست. این را ما در تجربه چندین بار دیدگی هستیم. در مدت 1 ماه این از همه آدمی که ذهنش کند است. بله خیلی خوب. این به فکرم قسمت دومی سوال، بعد قرآن بهترین کتاب صحیح بخاری است، لیکن این کتاب ها را ترجمه اش را وقتی که شما میخوانید، این کتاب ها مجمل است، این کتاب ها احتیاج به شرح و معنی دارد. این را باید ترجمه و شرح و یگان عالم باشد. گوش کنید، خوب است تا که معنیش را پوره و واضح فهمیده شود.